السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان بسیار گرامی قدر، به طور معلوم است یک ماه پیشتر ما مسابقه داستان پیامبران را اعلام نموده بودیم و بسیاری ها میپرسند که مسابقه شما کی برگزار خواهد شد. البته مقصد ما از این مسابقه تنها جمع کردن آبونچیان نبود. مقصد و هدف اساسی ما پند و عبرت ها گرفتن از داستان پیامبران و در حیات خود عملی نمودن بود. چنانکه که خداوند در سوره یوسف می‌فرماید لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، یقینا در داستان آنان یعنی داستان پیامبران پند و عبرت هاست برای خردمندان، برای صاحب عقلان. و بسیاری ها مسابقه ها تشکیل میکنند یا به قول گیو تشکیل میکنند و در 3-4 روز یا در یک هفته جمع بست میکنند و چنانه که گفتیم مقصد ما تنها جمع کردن و جمع نمودن آبونچیان نبود. و اینک برنامه داستان پیامبران به آخر رسید. خداوند استاد ادهم را پاداش نیکشان دهد. اینقدر یک داستان بزرگ را برای ما و شما با یک طرز و اسلوب جالب و جذاب فشرده نموده پیشکش ما و شما کردند و هر یکی شما را بار دیگر خاطر رسان میکنیم که نوارهای برنامه داستان پیامبران را که عبارت از 9 نوار است، مقدمه، سپس داستان آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و ابراهیم خلیل الله علیه السلام و داستان موسی و عیسی در شبکه نجم تیوی در یوتیوب و اینستاگرام در صفحه ما شما می توانید آن را بار دیگر مشاهده نمایید. و در شبکه یوتیوب در کانال نجم تیوی ما مخصوص یک پلیلیست، یک پاپکه با نام داستان پیامبران گشاده ایم که همه 9 نوارهای این برنامه در آن گذاشته شده است و هر یک شما را سنه 3 سپتامبر روز جمعه ساعت 19:00 با وقت مسکو و ساعت 21:00 با وقت دوشنبه انتظار خواهیم شد. برای هر یک شما موفقیت ها خواهانم. خداوند یار و مددگارتان باد. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه های ما، امروز ما تصمیم گرفتیم یک جای با شبکه نجم تیوی، یعنی خیلی شبکه نجم تیوی تصمیم گرفتند آزمون داستان پیامبران را برگزار نمایند و ما این لحظه آماده هستیم و ما امروز در مهمانی شبکه نجم تیوی هستیم و مرحمت میتوانید این لحظه ها به شبکه یوتیوبی نجم تیوی و همچنین شبکه فیسبوکی آبونه شوید، وارد و بازی شوید و پیشکی ما در چت نوشته کردیم گیم پین را چگونه شما میتوانید به بازی و آزمون داخل شوید. و من این لحظه ها در استودیو ادهم حیدرزاده را خوش آمدید میگویم، نامزد علم تاریخ اسلام و واقعا خیلی مهنت زیاد از جانب شما بود استاد و ما و تماشابینان توانستند یک بهره گیرند از تماشای قصه های پیامبران. الله پاداش نیک برایتان عطا کند. خوش آمدید. خوش باشید استاد. همچنین عطاالله منانی این لحظه در استودیو قرار دارند، ختم کرده یکی از دانشگاه های مصری عرب. خوش آمدید شما را نیز به استودیو نجم تیوی امروز. سلامت باشید، آباد باشید. و گیم پین رو من چند لحظه پیشتر در چت برای شما روان کردم. تماشابینان عزیز، من آن را این لحظه به قول پریکریپلت میکنم تا که توانید شما داخل شوید. خب روی اکران شما میبینید این است گیم پین برای آزمون پیامبران، داستان پیامبران و شما میتوانید این لحظه با نوشتن انا همین در kahoot.it پیشکی ما آگاه کرده بودیم داخل به برنامه شوید. و من میبینم که این لحظه الکی الحمدلله خیلی مردم الکی داخل شدند به بازی. من به شما اکران را نشان میدهم.
خب 14 نفر الکی داخل به آزمون شدند، چون ما تقریبا 15 دقیقه پیشتر گیم پین رو در زیر چت نوشته بودیم و قاعده بازی خیلی عادی و آسان است تماشابینان عزیز و یک خواهش نیست داشتند. استادان پیشکی گفتند که نام های خودتان را، یعنی که 2 نام یک خیلی نباشد. از این خاطر خواهش میکردیم اگر که مثلا با نام عبدالله خیلی زیاد میشوند، اگر هر کسی که عبدالله نوشته کرد یا نسبتان را نوشته کنید یا اینکه رقم مانید تا که ما توانیم فهمیم، جدا کرده توانیم عبدالله را از عبدالله، چون همه ما عبدالله هستیم. خیلی خوب و پیش از آن که آغاز کنیم هیئت داوران عطاالله منونی اگر گفتنی داشته باشید مرحمت. من از این فرصت استفاده می بودم، چون ما همیشه میگوییم که آزاد صحبت کردن را دوست می‌داریم. همین یک آزادی است که ما با هم آزادانه صحبت میکنیم، یعنی به یگان مانعگی، به یگان دیوار. من شما را صمیمانه تبریک میکنم، چون عطاالله منونی صاحب یک پسرچه دوست‌رویک شدند. الله عمری با برکت عطا کند و باشد که مثل صحابگان باشد، برای دین در خدمت باشد. دعا میکنیم و الله در عمرش برکت عطا کند. آمین آمین. تشکر بسیار. سلامت باشین. خداوند دعاهای شما را، دعاهای نیک شما را مستجاب گرداند. امین. و اشتراک کنندگان اگر باز طرز در آمدن، طرز اشتراک کردن باز ساده تر میفهمند که در زیر امین نوار ما سلکه هست، میتواند از همون سلکه اگر نفر باز چند بار تاکید میکرده بسیار خوب میشود. و من عین حال میبینم که الکی 22 نفر اشتراک دارند. خیلی خوب. در فیسبوک نیست، شما ما رو تماشا میکنید تماشابینان عزیز. یعنی هر یک نفری که تماشا میکنن در یوتیوب داخل برنامه هستند، ببینید. یعنی 22 نفر تماشا میکنند و همه آنها در داخل برنامه، یعنی یگان شهر دادن به فکرم عین حال لازم نیست، چون همه آنهایی که تماشا میکنند همه در داخل برنامه هستند. الحمدلله. الحمدلله. و آنهایی که در فیسبوک هستید تماشابینان عزیز، اگر بهتر میشد به یوتیوب کانال نجم تیوی داخل شوید، حتما باز آبونه شوید و داخل شوید، چون به فکرم چت از فیسبوک شاید خوانده نشود، چت های یوتیوبی خوانده می شود در برنامه. خب طرز داخل شدن کهوت نقطه ایت نوشته می کنید در گوگل، در یاندکس، فرق ندارد، هر چیزی که شما دارید، یا اینکه در تلفن موبیلیتون همون اپ هست، می توانید که آن را به تلفنتون از استفاده تلفنتون داخل شوید و جایی که گیم پین نوشته شده است، گیم پین من میشکه من نشان میدهد 240 51 42 نوشته میکنید و جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتون تخلص انتخاب میکنید. و خب اگر که من نگاه میکنم 2 عبدالله باشد یا اینکه محمد، من خاموش میکنم تا که اثری نو داخل شود، چون نام های یخیله نباشد. استاد هم درباره همین شرطی بازی گفته میگذاشتید، ما گفتیم که مکافات پولی نیز هست، درباره همون کوتاه گفته گذارید تا که باز هم مردم شوقمندتر شوند. بله دوست عزیز، مسابقه البته وقتی که مسابقه اعلام شد هدف از اون این است که در اونجا برنده بشوند، برنده اول، برنده دوم، برنده سوم. این یک عرف شده در بین عالم ها. البته این انشالله
وقتی که برنامه جمع می شود در اونجا به اذن الله تعالی معلوم میشه که جای اول است که جای دوم است که جای سوم است و بر اونها که جایزه های پولی داده می شود که عبارتند از 2500 تومان، 1700 تومان و سومش 1000 استاد چند بود سوم؟ 1000 خیلی خوب. انشاءالله برای هم موفقیت میخوایم الله تعالی ذهن برات و کوشش کیست که جواب رو بتیز جواب کنم و توی اول کنم. خیلی خوب. رسمی است از همه مهم رو اشتراک شدن با پیامبران است، اشتراک با قرآن است، اشتراک با اسلوب قرآن در طرح داستان قصه ها هست. مقصد اصلی اینه. مسابقه یک تشویق کننده به راه. خیلی خوب. صدا ایخا دارد میگن، من از سری نو صدا رو درست میکنم انشاءالله. یک بار دیگر. خب تماشابین عزیز، کسی که رقم نوشته کردید من شما رو بیرون میبرم. یک بار دیگر به جای نیکنیم، به جای رقم نامتان رو نوشته کنید. الله شما راضی باشد. خب اگر اکمال جان اجازه باشد تا کمتر عدد جمع شدن ما استاد اطرالان از خبر دارن. صدا هست؟ بله ما شما رو میشنویم. بله. ما وقتی ترتیب دادن این برنامه اصلا خیلی نیتمون بود که اقلا 25 پیامبری که نامشون در قرآن ذکر شده است اونها رو قصهشون رو به طور پررگی بیاریم. بعد از آن تصمیم دیگر شد و وقتی که مسابقه اعلام کردن شدیم این عدد رو باز فشرده کردیم و با 5 اولوالعزم، میگن که 4 پیامبر اولوالعزم اختر است، چون که 5 پیامبر اولوالعزم پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم هستند. بنابراین حیات اون کس رو ما الهیده در یک درس به عنوان سیره یا حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهیم گذاشت. اما الان فقط همین 4 پیامبری که اولوالعزم هستند و حضرت آدم علیه السلام اکتفا کردیم و انشاءالله یعنی که خیلی فشرده کردیم. اصلا باید هر یک پیامبری که گذاشتیم نکم از 3-4 حلقه باید میشد، اما بسته به اون که وقت هم تنگ است و دیگر بیننده هم گاهی میشه که بسیارتر میل دارم به نوارهایی که کوتاه هست، 2 دقیقه و 3 دقیقه، و این نوارهایی که درباره پیامبران گپ میزنند البته این حیات اونها رو گپ میزنند، مفصل است، تفصیلات دارد، جزئیات دارد، بعضی جزئیات عبرتناک دارد. بنابراین این نوارها خواه نوارهای دراز مدت میشود، برای بعضی مردم شاید وزنی میکنه. همین رو به نظر گرفتیم و با استادا و مشورت کردیم و همین که تصمیم ما به همین 5 پیامبر شد و خیلی به طور فشرده راست اکمل جان شاید که بعضی جزئیات‌های از حیات بعضی پیامبران رو مثلا حضرت ابراهیم یه حلقه است که این باید حضرت ابراهیم خودشون شاید که اگر 10 حلقه هم کنیم کم از در حق اون کس، یا حضرت موسی علیه السلام که حیاتشون میدونه چه که پر از چیزا هست. اگر که موفق شدیم، اگر که برای تماشابین ها پسند آمد، اگر که یک چیز خوبی برای خودمون گرفتیم، انشالله انا همون فشرده ها را دیگر وسیع کرده درباره هر یک پیامبر مثل انا همین سوال و جواب ها ترتیب دادن ممکن است. اما انشالله که امروز ببینیم که چگونه مردم اشتراک میکنند، چگونه قوه آزمایی میکنند بین هم و بعد از آن انشالله باز. خب 28 نفر در داخل هستند. داوران شما اگر که اجازه دادید آغاز میکنیم، وگرنه باز کمی انتظار میشیم تا که باز زیادتر شوند مردم. یک چیز دیگر هم گفته گذارم برادر عزیز، همین در سوال هایی که ما اینجا گذاشتیم همش از همون داخل نوار است.
شاید بعضی چیزها هست که بعضی خواهند از یکون کتاب جواب تیان از به شاید که به این درست نمیگیرد بعضی جواب، چون که بعضی کتاب ما در بدایتی که حلقه خود تاکید کرده بودیم که حرکت میکنیم که روایت های اسرائیلی، حدیث های ضعیف، حدیث های بی اصل در این داستان ها نیاریم و در حقیقت به همین که شرطی که خدا موندیم در این شرط ما ایستادیم. بنابراین شاید بعضی ها از بعضی چیزی که شنیدن شاید جواب میتن جوابشون مطابقت نکردنش ممکن است. بنابراین باید دقت دهند و از همون چیزی که در نموره هست ما از همون سوال ها رو گذاشته هستیم. یعنی که همه آنهایی که تماشا کردند برنامه رو اونها انشالله که میتوانند برد کنند. یعنی مهمش این بود که باید تماشا میکردند همه سلسله برنامه ها رو. خب اینجا در چت ما نوشته کردند که کمی انتظار شویم تا که زیادتر داخل شوند. بعضی نفرها در آمده نتونستیم خیلی هم گفتن شما 30 نفر این لحظه ها از 41 نفری که تماشا میکنند 30 نفر داخل شدند. خب بیایید من یک بار دیگر طرزی وارد شدن به برنامه رو مختصر نشان میدهم، روی اکران میکنم و شما ببینید چگونه ما میتوانیم که داخل شویم به برنامه. اگر دو تلفن باشد باید دو تلفن داشته باشن یا تلفنی نه، یک تلفن رو تقسیم کرده می شود، چون در این مورد آنهایی که این لحظه اشتراک میکنند اکثر از شبکه قرآن دستور عملی انسان نیست تماشا کرده بودند و میدانند. برای همین یک تلفن را دو تقسیم کردن ممکن است و حتی نوارهای زیاد نیست در شبکه های یوتیوبی هست چگونه تقسیم کردنی تلفن به دو قسم، یک قسمش یوتیوب نشان داده می شود و قسمت دیگرش همین کهود نقطه ای ت. خب ببینید من در گوگل نوشته کردم کهود نقطه ای ت، در بالا شما می بینید در جایی که گیم پین است انا همان گیم پینی بازی امروزه رو من نوشته می کنم 240 51 42 و بعدا اینتر رو پخش میکنیم. جایی که نیک نیم نوشته شده است. خیلی خوب میشد که اگر نام خودتون رو پورا نوشته میکردید، این وقتی شما غالب میشوید برای داوران آسان میشد شناختن شما. خب این لحظه این گونه داخل میشم. من نوشته کردم نام و نسب خودم رو و چون که شما میبینید من نیز داخل به برنامه شدم. این طرزی وارد شدن به این برنامه بود. خب من کامنت ها رو نگاه میکنم. خب یک نفر گفتند که من داخل شدم اما نام من روی اکران نیست. هر کسی که داخل می شود نامش در روی اکران پیدا می شود. اگر شما رقم رو خطا نوشته باشید شما به بازی یگان نفر دیگر داخل شدید و رقم 240 51 42 است. هر کسی که در جای گیم پین آن همین رقم رو نوشته می کند حتما داخل می شود و نامش در روی اکران نمایان می شود. چون که شما نجم تیوی، یعنی که بعضا می شود مردم به خودشان تخلص انتخاب میکنند، با تخلص داخل می شوند. شاید یگان دوستداری نجم تیوی هم هستند و داخل شدند این لحظه. برام تنگشته. خب یک نفر سوال ها در کهود معلوم می شود یا نه؟ بله، انا همین جایی که نام ها است سوال ها پیدا می شود و سوال ها انشالله که سوال خوانده می شود در خود کهود یا خوانده نمی شود؟ بله سوال ها رو نه، سوال رو در خود تلفن شما خوانده نمی توانید. از این خاطر شما سوال رو از روی اکران از یوتیوب می خوانید یا اینکه اون فیسبوکی که شما تماشا میکنید در آنجا سوال رو می خوانید. رنگش رو، وریانت ها رنگ دارد، رنگی درست رو در تلفنتان پخش میکنید.
بله، همین طرز فهمانید باز تکرارا باشد هم فهمانید برای تماشابینان. خب بعضی ها پرسیدند که تلفن دو تقسیم نمی شود. اکثر تلفن های امروزه دو تقسیم می شود و ما تجربه کرده بودیم می شود و از این خاطر به دو تقسیم کنید می شود و اگر نه می توانید با واسطه کامپیوتر تماشا کنید و از تلفن استفاده برید بازی کنید. و خب اگر شما نام هایی که نام نیست من بیرون میبرم از سری نو داخل شود یک تخلص مانید، چون بعضی نام هایی که نامعلوم است تست نوشته کردند یا دیگر کهوت نوشته کردن، مایل یا مالی نیست، چی نوشته؟ خب مالی تخلص شاید باشد. خب وقتی که برنامه نیز دوام میکند شما میتوانید در دوامی برنامه نیز وارد شوید، یعنی گیم پین آن همون گیم پین است. و اگر استادا شما راضی که باشید بیایید آغاز میکنیم. بله. و فکرم دیگه همه عدد در حدود 29 است دیگه. بله 29 و هر کسی که بعدا آمدند شما نیز میتوانید داخل شوید. گیم پین آن همون گیم پین است. ما آغاز میکنیم و باقی مانده میتوانید دانش خودتان را در خودی چتی مانش سنجد در چت نوشته کنید انشاءالله. خب بسم الله آغاز میکنیم. نباشد بسم الله. سوال اول: قصه های قرآنی چند نوع است؟ وریانت ها 2، 3، 5 و یا 8. ما و شما 30 ثانیه وقت داریم. قصه های قرآنی چند نوع است؟ در این باره استاد ادهم حیدرزاده در برنامه شام گفته گذاشته بودند. و بله 13 نفر جوابی درست گفتند از آن نفرانی که اشتراک میکنند در برنامه ما، از 28 نفر و 3 نو را انتخاب کردند. استاد ادهم حیدرزاده درست از جواب؟ بله درست است. 3 نوع هست. یعنی اون چیزی که درباره پیامبران گذشته است، دومش اون چیزی که درباره امت‌های گذشته است و سومش اون چیزی که درباره زمان پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم. خیلی خوب و همه شما رو تبریک میکنم آنهایی که جوابهای درست گفتید و ما این واسه میبینیم که کیها جوابهای درست گفتند و کیها به پیش برآمدند. در جای اول محمد، در جای دوم علی، عبدالله، عمر، حبیب و نصرالدین، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید. تبریک میکنم شما را. سوال 2: قصه های قرآنی در اطراف کیها تشکل یافته است؟ شهرها، پادشاهان، پیامبران و یا ظالمان. قصه های قرآنی در اطراف کیها تشکل یافته است؟ شهرها، پادشاهان، پیامبران و یا ظالمان. بله 22 نفر جوابهای درست گفتند. شما را تبریک میکنم. پیامبران درست است استاد؟ بله البته این میتونم گفت این سوالم که از شاخه سوالی پیشینه بود، یعنی که کسی جواب پیشینه رو خودتر درک کرده باشد. این جواب من براش آسان است. میبینیم که ها با پیش برآمد. جای عوض کنی عمر حبیب در بالا، نصرالدین، مریم حسن و محمد و علی، آنهایی که جایهای نمایان رو اشغال کردید. من شما را تبریک میکنم و ببینید که بین عمر و نصرالدین همگی چندین خالی کم است، به نهایت خالی کم است. انشالله اگر کوشش ها کنید و اگر کسی
زودتر جوابی درست را پخش کند به پیش میبرد، چون اکثریت من میدونم که شما جوابهایتان درست است، اما از زود انتخاب کردنی جواب نیست شما به پیش برآمدنتان ممکن است، یعنی جوابی درست. خب میگذاریم به سوال دیگر. پیامبر ابراهیم علیه السلام برای از بین بردن کدام فساد فرستاده شدند؟ فساد اعتقادی، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و یا فساد مالداری، کدامش درست است؟ پیامبر ابراهیم علیه السلام برای از بین بردن کدام فساد فرستاده شده بود؟ فسادی اعتقادی و 18 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. یعنی که فساد اعتقادی هست. اون زمان مردم در اعتقاد بسیار خطاگاه داشتند. اعتقاد داشتند که بعضی جرم‌های عثمانی، بعضی هیکل‌ها برای حیات اونها تاثیر دارد و اینا. بنابراین حضرت ابراهیم برای اصلاح همین فسادی اعتقادی یا فکری آمدند. یعنی جوابی درست ان همین رنگی سرخ بود و 18 نفر جوابی درست گفتند. کمترین ها جوابشان خطا بود. ببینید استادان خیلی خوب، یعنی اکثریت تماشا کردند. بله، رقابت سالم است انشالله. و خب من انا همین خب لوگوی خودمان رو جویش رو اگر که عوض میکردیم، چون بالای سوال رو متن سوال هم درست خوندم. بله خیلی کنیم. خب کیا به پیش برآمد؟ باز جای عوض کنی. ماشاءالله. محمد به جای اول برآمدند، علی، عبدالله، احمد و نصرالدین، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، و 6 زینه به بالا برآمدید. خوب بیب، شما 6 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم و ما به سوال دیگر میگذاریم. عدد پیامبران چند است؟ 100,000، 1400، 5 تا، 124,000. کدامش درست است؟ جواب های شما و 30 ثانیه وقت دارید. یعنی منظور چند نفر پیامبران فرستاده شده است؟ خب 30 نفر جواب دادند و 27 نفر از آنها جوابی درست گفتند. 124,000. بله. در حدیث آمده است نه عدد آنها؟ بله، در حدیث ابوذر غفاری آمده است. این پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسه که عدد پیامبر چند است؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه 124,000 پیامبر است. چون چند روز پیشتر در ترجمه سوره و باز یک سوال گذاری آماده کرده بودیم. اونجا منظور معنی چنین بود که همه پیامبران در قرآن نامشان آمده است یا نه؟ و جواب این بود که نه، چون الله سبحانه و تعالی در جای گفته است که ما درباره بعضی از پیامبران برای شما نقل کردیم و درباره بعضی دیگر برای شما نقل نکردیم. یعنی 124,000 پیامبر فرستاده شده است به آدمیت، اما نه همش با حکمت الله سبحانه و تعالی برای ما معلوم است. و خب بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. چون پیشتر محمد در جای اول، علی، عبدالله، احمد و نصرالدین، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. ما شما رو تبریک میکنیم. سوالی دیگر. 2 مراتب خالی زیاد میگیرد. الله تعالی اولین شده چی را آفرید؟ آب، نوری پیامبر صلی الله علیه و سلم، عرش و یا خاک؟ الله سبحانه و تعالی اولین شده چی را آفرید؟ جواب از داخل برنامه گذشته استاد ادهم.
در شبکه نجم تیوی. 30 ثانیه وقت دارد. در چت رو نیز من نگاه میکنم، در چت جوابهای آمیخته نیز آماده میرسند. ماشاءالله. بله و 19 نفر جوابهای درست گفتید. آب درست است استاد؟ بله آب است برادر، گرچه که در این مسئله اختلافی است. خیلی آب رو ترجیح دادن، قسم دیگر عرش رو، قسم دیگر قلم رو نیز ترجیح دادن. ما تکیه بر حدیث ابن مسعود در بخاری، این آیت از سوره انبیا که الله تعالی میگه که ما همه چی را به هستی آوردیم از آب، همه چی را از آب به هستی آوردیم و جعلنا من الماء كل شيء حی. و این حدیث ابن مسعود به معنا است که اولین چیز الله تعالی فرستاد است آب است. و حدیث ابو هریره در مسند احمد میگه که درباره دنیا برای من گفت زد که اولین چیز چی بود؟ میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن کل شیء خلق من ماء، همه چیز از آب آفریده شده است. میگن حتی اونایی که عرش را میگن برادر، مثلا آیت هم میگه که وکان عرشه علی الماء، یعنی که الله تعالی رو عرشش بالای آب بود. میگن که میگن عرش با آب یک جای آفریده شده، همراه برابر آفریده است، یا اینکه یکی دیگرش پیش است. وقتی که عرش بالای آب باشد این معنی داره که آب از عرش پیشتر است، وقتی که این در بالای این است. از این خاطر پیشتر گفته گذاشتید استادان، شما گفته گذاشتید که محض از داخلی برنامه‌های گذشته داستانی پیامبران جواب‌ها گرفته شده است و شاید بعضی هم، چون شما گفته گذاشتید که بعضی اختلاف‌ها هست، بعضی فکرهای مختلف هست، از این خاطر فکری خودشان را در ترازو بر نکشند. یعنی مقصد از برنامه‌های گذشته، از برنامه‌های گذشته شبکه نجم تیوی، شاید الله اعلم گفته‌های در میزانی اگر حقیقی گیریم چی میگوید دلیلی یکی شاید که بالاتر باشد، اما ما گفتیم استاد خودشان چیده از حدیث‌های صحیح گفتند گرفتند و آن از استفاده برنامه‌های گذشته شبکه نجم تیوی. از این خاطر به همون برنامه‌های گذشته نگاه کنید. هر کسی که تماشا کرد انشالله جواب‌های شما درست خواهد بود. و ما میگذاریم به میبینیم که به پیش برآمد. باز جای عوض کنی شد. مریم حسنова به قسمتی بالاتر برآمدید. ما شما رو تبریک میکنیم. دیگران مثل پیشتر به سوالی نوبتی میگذاریم. بعدی چند سالی آفریده شدن قلم زمین و آسمان آفریده شد؟ 50 سال، 50,000 سال، 7,000 سال یا در حال؟ کدامش درست است؟ و 30 ثانیه وقت داریم. اه 20 نفر جوابی درست گفتند استاد. 20 نفر 50,000 سال را انتخاب کردند. بله درست است. 50,000 سال است چیزی که در حدیث میگه. و کمترین 15 نفر جوابی خطا انتخاب کردند. یک 10 نفر گفتند که 50 سال است و 5 نفر گفتند که در حال. و جوابی درست 50,000 سال. و بیایید میبینیم که به پیش برآمد. محمد در جای اول، علی، عبدالله، احمد و نصرالدین آنهایی که در پیش قرار دارد. شما رو تبریک میکنیم. دو مراتب خارج یاد میگیرد. سجده فرشتگان به آدم چه نوعی سجده بود؟ سجده عبادت، سجده سلام و تهنیت، سجده احترام و یا سجده حسد؟ کدامش درست است؟ با آیات‌های قرآن، دلیل از آیات‌های قرآن آمده است. سجده فرشتگان به آدم چه نوع سجده بود؟
و بله 25 نفر بله جواب درست گفتند. سجده احترام استاد درست است؟ بله همین خیلی سجده خیلی احترام است. خیلی خوب. میبینیم که به پیش برآمد. جای وز کنی. خیلی خوب. محمد در جای اول، احمد جای دوم، عبدالله، علی و آمینه آنهایی که در جایهای نمایان هستید و مونانیدو نیست 9 زینه به بالا برآمدید. تبریک میکنیم شما را. سوال 8. فرشتگان دانش آدم را چگونه امتحان کردند؟ نام خدا را پرسیدند، نام موجودات را پرسیدند، نام همسرش را پرسیدند و یا نام فرزندش را پرسیدند. فرشتگان دانش آدم را چگونه امتحان کردند؟ جواب شما. خیلی خوب. 3 نفر گفتند که نام فرزندش را پرسیدند و 7 نفر گفتند که نام خدا را پرسیدند. 11 نفر نام موجودات را پرسیدند و کم کمی زیادتر. بله دوست عزیز وقتی همین سوال گذاشتم ما با استاد می نشستیم، ما گفتیم من گفتم که به فکرم همین سوال به آیتی که درباره پرسش الله تعالی فرشته ها را از نام همه موجودات اینجا سوال میکنه، نام موجودات را پرسیدن. فرشته ها ندانستند، گفتن که ما جز آنچه برای ما آموزانده دیگه چی نمیدونیم. بعد الله تعالی آدم گفت که انبئهم باسمائهم، بعد این نام اینها رو برای اونها بازگو کن. همونجوری ما توقع کردیم که احتمال زیاد برای مردم همین سوال باید چی میشه، جای میشه که آمیخته میشه. اصلا ما در چیز قید کردیم که وقتی صحبت ما درباره این چیز، وقتی که آدم علیه السلام در جنت خواب بودن، الله تعالی از قبرغه چپ آدم حوا رو ساخت و فرشته ها خواستن که علم آدم رو در حقیقت امتحان کنن. گفتن که آدمی کی؟ گفتن که گفت که زنم. نامش چی؟ نامش حوا. برای چه حواست؟ گفت که برای اون که اصلی زنده آفریده شده. یعنی که اینجا یک امتحان کوچک بود. بنابراین این همون فقط آدمای جواب میتونه که خوب گوش کرده باشه. من برای میگم که از کتاب بیرون و از یعنی که دیدن نوار خیلی مهم است برای جوابی درست دادن. یعنی کمک تفکر کرده و بعد بیاید اکنون ببینیم که جای عوض کنی کلان شاید شده باشه، چون 2 مراتب خال زیاد بود. از این خاطر میبینیم بسم الله کنی که با کجا برآمد. چون پیشتر محمد در جای اول، احمد، عبدالله، آمینه و مریم حسن و جای نهایی جای عوض کنی شده ایستاده است، اما کم است. و هر حال خیلی خوب. خالها رو نیز میبینیم که 3 نفری بالا بوده، از هم به نهایت یک چند خالهای با شمار فرقیت دارند. جای عجایباتش این است که ماشاءالله هم مردها هم زنها اشتراک دارند و اینچنین دو نفر خواهران ما در 5 نفر اولین هستند. بله ماشاءالله. این از آن میگوید که زنها نیز، مردها خوب کار میکنند و زنها نیز فعال هستند. آموزش در عائله. بله. و اگر اجازه باشد با سوال دیگر گذاریم. بفرمایید. نام درختی که آدم در جنت از آن تناول کرد. سیب، گندم، نامعلوم چه درختی بود و یا انجیر و زیتون. نام درختی که در جنت آدم از آن تناول کرد. من قصه های بعد این سوال در حال قصه های همون مسیحی ها نیز به یاد می آید. هر کسی که اگر از آن استفاده کند کامیاب نمی شود. و خب همگی 3 نفر از آن استفاده کردند.
و 23 نفر جوابی درست گفتید. بله، نامعلوم که چی درختی بود. بله. ولی این چیز هم اکمل جان از روایت های اسرائیلی هست. اونو که میگن که گندم خورد یا میگن که سیب خورد یا بعضی انگور خورد میگن یا چیز دیگر، همه اینها یعنی که اعتماد میکنه به روایت های اسرائیلی. یگان روایت درسته درباره این چیز نیست که گوید کدام درخت. اصلا فایده نداره دانستن ما اون درخت. بله. شاید الله تعالی همین رو پنهان داشت تا اینکه مردم مقصد دیگه این درخت اعوذ بالله نگویند در آینده میوه است و خسته باشد یک چیز آفریده الله تعالی است. حکمت های پوشیده است که برای ما نامعلوم است. یعنی خب و بیایید اکنون ببینیم کی به پیش برآمد. ماشاءالله. محمد چون پیشتر در جای اول، احمد، عبدالله، آمینه و مریم حسنова آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد و 3 نفری اولی ما پیهم به 3 سوال جوابهای درست میگویند. یعنی که تقریبا جوابهایشان درست است، به همین خاطر در جایهای اول قرار دارد. خب با آنهایی که در فیسبوک تماشا میکنید، من یک باری دیگر یادرس میشوم مرحمت به شبکه یوتیوبی داخل شوید، چون اکثر در آنجا بازی میکنند و چتی فقط شبکه یوتیوبی به فکرم دیده میشه و چتی فیسبوک نه. و این خاطر میتوانید به یک بار به شبکه یوتیوبی داخل شوید و آبونه شوید. کلماتی که به آدم الهام شده بود چی بود؟ به حرمت محمد صلی الله علیه و سلم دعای قنوت، کلمه توحید، دعای ربنا ظلمنا. کدامش درست است؟ کلماتی که به آدم الهام شد چی بود؟ شاید بعضی سوالها کمی مشکلی باشد، اما جوابها در برنامه‌های گذشته هست. این هم سوال مقصود است اصلا. این سوال هم 17 نفر جوابی درست گفتند. بیایید کمی شرح میتیم درباره همین سوال استاد. بله. برای چی دعای ربنا ظلمنا و چی معنا دارد؟ اصلا گفتم که سبب این دعا این است که آدم علیه السلام وقتی که در جنت اون خطاگی رو مرتکب شدند و از اون درختی که نهی شده بودن از اون تناول کردن، الله تعالی آدم علیه السلام رو از جنت بیرون کرد و به زمین آورد. اما آدم علیه السلام با وجود که خطاگی کردند همونجا از خطاگی خود به تیزی پشیمانی اعلام کردند، مثل شیطان فشار نکردن. شیطان بینه وقتی که الله تعالی گفت که چرا سجده نکردی، گفت من از این بهترم، گفت من آتش هستم، این از خاک است و این اونو با خداوند داد و گریفت کرد و کش و کش کرد و میخواد. اما آدم علیه السلام یعنی که پشیمان شدن، خطاگی خودشون اعتراف کردن و الله تعالی همین کلمات رو الهام کرد که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ما ظلم کردیم، خطا کردیم، اگر تو نبخشی ما از جمله زیانکارا میشیم. یعنی توبه است معنایش. توبه الهامی، بله، الهامی جمله کرد که در اون جمله توبه رو در بر میگیره. پرسش پوزش یعنی که توبه پرسی است. خیلی خوب. انشالله که همگان فهمیدن، خیلی به طرز آسان فهموندید. انشالله که فهمیدن. بیایید میگذاریم به سوالی. میبینیم کی به پیش گذاشت. چون پیشتره محمد، احمد، عبدالله، آمینه، مریم حسنova و خالد نیز 3 زینه به بالا برآمدید. شما رو نیز تبریک میکنم. کوشش کنید انشالله باز به بالا میبرید انشالله. بیایید. خب سوال کردند قاسم سهراب چگونه داخل شویم. کهود نقطه ایت نوشته میکنید، در پایان نگاه کنید، در پایان 240 51 42 گیم پین نوشته شده است. همان گیم پین را نوشته میکنید و در جای نیک نیم نامتان را نوشته میکنید و داخل به بازی میشوید. خودی حاضر نیست میتوانید داخل شوید، چون باز سوال های زیاد است. ما تنها به 10 تاش جواب گفتیم و سوال دیگر میگذاریم چون وقت نیز میرود. اولین قاتل کی بود؟ واریانت ها: قابیل، هابیل،
شیطان، صابر. اولین قاتل کی بود؟ گویا با نظم در آمد. وریانت ها: قابیل، هابیل، شیطان و یا صابر. سی ثانیه وقت داریم و من میبینم این واسه 32 نفر اوکای، 33 نفر جواب گفتند، 34 نفر جواب گفتند، 35 نفر جواب گفتند. خب 28 نفر جوابشان درست است. قابیل حاجت به شرح نیست، چون بارها ما این رو گفته گذاشتیم و اکثریت میدونند. کمترین ها الحمدلله کسی صابر رو انتخاب نکرد، دیگر پاسخ ها بود. شیطان هم انتخاب کرد است یک نفر. یک نفر شیطان رو نیست انتخاب کرده است. خیر است. بعضا همه گناه رو باری شیطان میکنم مردم. ما خودمون باری شیطان میکنیم، میگویم شیطان گناهگار که این شد، آن شد، وای شد، دیگر شد. هیچ کس درباره خودش نمیگوید که آخر خودم رفتم به یک راه خطا. همین آدمی که فکرم انتخاب کردگی از همین قاعده انتخاب کردگی از شیطان. قابل تاجیکی نیست. بعضی ها حیران میشن قابل معناش قابل تاجیکی نیست. میخوای استاد؟ بله قابل تاجیکی نیست. معناش دیگر است. قابل کلمه قابل به فکرم وقتی آدمای ما وقتی کلمه قابل استفاده میبرن استاد، همین خودی کلمه قبول است که همون قبول فاعلش استفاده میبرن که آدم همچون یک انسان مقبول و خوب است. بله. دیگه اگر به معنای این قابل گیری میگن باید اصلا حابیل گوین آدم خوبه. چون که قابل قاتل است و حابیل آدم خوب است و مظلوم است. احتمال ایجاد همین کلمه قابلی که به معنای یعنی که قابل قبول است، انسانی که مقبول است، اخلاق مقبول دارد، همین به معنی است. اما اینجا البته دیگر است. در قابل یا دارد. قابل در نوشته عربیش قابل است. بعد حرف ب حرف یا دارد. به سوال دیگر گذاریم اگر اجازت باشد. بیاید اول ببینیم کی به پیش برآمد. خب جای واسکونی رو میبینیم. خیلی خوب. محمد در جای اول با 12,000 زیاده از 12,900. خب بعدن احمد و بعدن امینه، علی، مریم، حسنوه و انس 20-21 نیست. پی هم با 3 سوال جوابهای درست گفتید. خیلی خوب و کوشش ها با پیش دارند. شما رو نیست تبریک میکنم. خیلی خوب و بیایید 60 نفری که تماشا میکنید حتما زیر نوار لایک مونید تا که دیگران نیست تماشا کنند، دیگران نیست آبونه شوند. آبونه شوید به شبکه استادان هست که اونجا اهل علم برای شما در شبکه نجم تیوی معلومات های صحیح را کوشش کرده میرسانند. از این خاطر حتما که لایک مونید، آبونه شوید، چون از شما که تماشا کنید استادان برنامه های خوب را برایتان پیشکش میکنند انشاءالله. سوال دیگر: قابل قبر کردن را از کی آموخت؟ از آدم، از مردم پرسید، از زاغ و یا از ماهی؟ قابل قبر کردن، گر کردن را از کی آموخت؟ یا خاک کردن را یا قبر کردن را؟ جواب های شما. و 36 نفر جواب گفتید الکی. سبحان الله. یگان نفر جواب خطا نگفت. حاجت به شرح نیست و میگذاریم به قسمتی دیگر میبینیم کی به پیش برآمد. محمد در جای اول، چون جاها دیگر نمیشه، چون همه جواب های درست گفتند، یگان نفر خطا نگفت. از این خاطر تنها خال زیاد شد و جایها همان جای است. سوال 13: اولین پدیده نامطلوب در جامعه بشری چی بود؟
جنگ و قتل، شرک، دزدی و یا راهزنی اولین پدیده نامطلوب در جامعه بشری چی بود؟ وریانت ها: جنگ و قتل، شرک، دزدی و یا راهزنی. خب 30 ثانیه وقت داشتیم. 32 نفر، 33 نفر، 34، 35 نفر جواب گفتند و 17 نفر جوابی درست گفتند. 1 نفر راهزنی را انتخاب کردند و 1 نفر دزدی را. 16 نفر، 1 نفر کمتر از جوابهای درست، یعنی اکثریت جنگ و قتل را انتخاب کردند. اینجا حدیث ابن عباس از دوست گرامی که ابن عباس میگن که بعد از آدم علیه السلام تا زمان نوح مردم 10 قرن، یعنی که 10 عصر که برابر 1000 سال است، در توحید بودن، یکتاپرست بودن. بعد از اون در زمان نوح علیه السلام همین پدیده نامطلوب به نام شرک پیدا شد که مردم دیگر آمدند سنگ و چوب‌ها رو با خداوند برابر کردند یا اونها رو شریک خدا در تصرف در دنیا یا که عبادت قرار دادند و اونها رو سجده کردند و قربانی کردند و برای اونها و همین بعد همین که پدیده در بین بشریت پهن شد. نوح علیه السلام اومدن تا اینکه همین پدیده رو نابود کنند. اگر حاضر کمتری دیگر باز کمک کنید به سوالهای آینده جواب میگوید. همتون خب کنم کمی صبر میکنید چون من از یک جواب دیگر به سوال آینده رو نیز از شما شنیدم. و خب بیایید، یعنی جوابی درست شرک بود. بله. جوابی درست شرک بود و 17 نفر الحمدلله زیادتر نفران شاید 16 نفر همون قتل عذر از این پیشه که قتل قابل و حابیل بود همون در نظر داشتن. اما پدیده یک چیزی که پهن شده است در جامعه، پهن شده است و یک قتل بود. بله در جامعه پهن شد. یعنی مقصد از سوال همین اولین کدام یک پدیده نامطلوب یعنی در جامعه بشه شرک بود. شرک بود. خیلی خوب، بیایید میگذاریم میبینیم که به پیش برآمد و بعد از آن به سوال دیگر. محمد، احمد، آمینه، علی و مریم حسن و آنهایی که در جاهای بالاترین قرار دارد. بنده الله نیز پی هم 3 جوابی درست گفتید. شما نیز زینه ها بالا بر آمدید. دو مراتب خالی زیاد میگیرید انشاءالله. مردم پس از آدم تا نوح چند سال در یکتاپرستی عمر به سر بردند؟ 950 سال، 100 سال، 1000 سال، 96 سال. مردم پس از آدم تا نوح چند سال در یکتاپرستی عمر به سر بردند؟ امیدوارم کسی در این سوال خطا نکنه. من میدونم که اکثر خطا میکنند. یقین دارم که سوال را در سر آمیخته می شود. بله. خب ماشاءالله 19 نفر جوابی درست گفتند، اما 13 نفر 950 رو انتخاب کردند. چون انا همین خب من عین حال جیم میستم. شما هم غم نزنید که خاموش میشویم. و خب جوابی درست 1000 سال بود. جوابی درست مردم پس از آدم تا نوح علیه السلام چند سال در یکتاپرستی بودند. یعنی مردم از قصه هایی که استادت هم نقل کرده گذاشتن در برنامه های گذاشته 1000 بود. درست؟ بله. اصلا اینجا اختلاف هم نداره داخل دوستی عزیز. این در کدام کتاب نبری همین چیزه. همین حدیث ابن عباس دلیل میکنم میگن که مردم همه قصال در یکتاپرستی بودن. خیلی خوب، و بیایید به سوالی میبینیم که به پیش گذشت و بعد از آن به سوالی دیگر گذاریم. چون پیشتر محمد، احمد، آمینه، علی و مریم حسن و آنهایی که در جاهای نمایان هستند، ابو سهیله پی هم به 3 سوال جواب گفتید، جوابی درست گفتید و شما نیز حرکت به سمتی پیش دارید. تبریک میکنم شما را. حضرت نوح چند سال مردم را دعوت کردند؟
500 سال 950 سال 100 سال و یا 350 سال کدامش درست است؟ حضرت نوح علیه السلام چند سال مردم را دعوت کردند؟ با دقت باشید، با دقت جوابی درست را پخش کنید چون خطا نمیکنید انشالله. خب 34 نفر جواب گفتند، یک نفر دیگر رو انتظار میشویم. 36 نفر جواب گفتند و 34 نفر جوابی درست گفتید. ماشاءالله. بله اینش اکنون درست است. انا همان 950 سوال پیشتر به این سوال آمیخته شده بود. خیلی خوب، من شما رو تبریک میکنم، همه جوابی درست گفتند، تقریبا همه جوابی درست گفتند و به شرح نمیدیم، میگذاریم به میبینیم که به پیش برآمد. اشتراکچی ها چون پیشتر محمد، احمد، آمینه، علی و مریم حسن و در جایهای نمایان هستند و صبر نیست 4 زینه به بلندی ها برآمدید. تبریک میکنم شما را. وقتی قوم نوح علیه السلام از حجت آوری عاجز شد، نوح را چی کرد؟ یعنی با نوح چی کرد؟ از شهر بیرون کرد، کشتند، تهدید به سنگساری کردند، از کشتی راندند. وقتی قوم نوح از حجت آوری عاجز شد، نوح را با نوح چی کار کرد؟ یا نوح را چی کرد؟ از شهر بیرون کرد، کشتند، تهدید به سنگساری کردند و یا از کشتی راندند، فراوردند یا پرتافتند. بله. 2 نفر گفتند از کشتی، 2 نفر گفتند از کشتی راندند. چون کشتی به نام حضرت نوح که رفت دارد، مردم شاید با همون رفتند دیگه. و مهمش 18 نفر جوابی درست گفتند و خیلی زیاد نفران جوابی درست گفتند. کم ترین ها جوابی خطا گفتند. 7 نفر گفتند که از شهر بیرون کردند. و خب شرحش در برنامه قبلی هست. مرحمت نجم تیوی داخل شوید و قصه داستان پیامبران رو تماشا کنید. به سوال دیگر گذاریم. بله. جای عوض کنی مریم حسن و یک زینه بالاتر برآمدند، یعنی جایشان با علی عوض شد. دیگر باقی مانده چون پیشتر است. 3 نفری اول باز آمینه نیست پیوستند، جای نمایان رو اشغال کردند. مبارک باشد. ماشاءالله. علامتی آمدن عذاب به قوم نوح چی بود؟ صدای گوساله، فقط آب از آسمان میبارید، آمدن ابر سیاه، از تنور هم آب میبرآمد. کدامش درست است؟ علامتی آمدن عذاب به قوم نوح علیه السلام چی بود؟ صدای گوساله، فقط آب از آسمان میبارید، آمدن ابر سیاه، از تنور آب برآمدن. کدامش درست است؟ تقریبا 29 نفر جواب دادند. بعضی ها جواب ندادند، یعنی که فکر کردند. تا فکر کردند 30 ثانیه گذشت و 17 نفر جوابی درست گفتند. بله، این چیز واضحا در قرآن آمده است. الله تعالی میگه که و فار التنور، یعنی که از تنور آب فواره زده برآمد. یعنی که الله تعالی گفت وقتی که دیدی که از تنور آب فواره زد، دان که عذاب نازل می شود و باران میبارد، از زمین چشمه ها میبراید و ببینیم که غرق شوی عام مردم هم به وقوع میپیوندد. حتی از تنور هم آب میبراید. آب برآمده بود. و کمترین ها سوال های خطا را نیز انتخاب کردند. صدای گوساله را انتخاب کردند و همچنین آمدن ابر سیاه را نیز کمترین ها انتخاب کردند. اما جوابی درست از تنور هم آب برآمدن، آب می برآمد. و چون که استاد دلیل را نوکه گفتند، بیاید ببینیم که به پیش برآمد. محمد، احمد، آمینه، علی و مریم حسن و دو جای آخران جای واسکنی شده ایستاده است. یعنی مبارزه شدید بین اشتراکچی ها. ماشاءالله. الله کند که هر یک شما غالب گردید.
دعا میکنیم. آمین. خب و امینت تشریف و نیز بازگشتند به باز، یعنی که بیرون شده بودند و باز دوباره برگشتند و پای هم 3 مراتب جواب درست هم گفتند. تماشابینان نیز خیلی زیاد شدند این لحظه ها. شما نیز میتوانید زیر نوار لایک مانید و به دیگران فرستید تا که دیگران نیز به شبکه ها آبونه شوند. باری دیگر تکرار میکنم، شبکه نجم تیوی شبکه استادان که اهل علم هستند، همه تحصیل کردند و به سوالهای شما انشاءالله که در آینده جوابهای صحیح خواهند گفت و حتما آبونه شوید و زیر نوارها لایک مانید تا که دیگران نیز توانند تماشا کنند. خب میگذاریم به سوال دیگر. چرا ابراهیم علیه السلام بت‌ها را خطاب کرد؟ برای ترسانیدن قوم، برای شنوانیدن آنها، برای استهزا و تحقیر، برای طلب یاری. چرا ابراهیم بت‌ها را خطاب کرد؟ ابراهیم علیه السلام، یعنی منظور تا 30 ثانیه که ما داریم شما گفته میگذاشتید استاد، خطاب کردند از این مقصد چی است؟ چی در نظر داشته شده است؟ خطاب کردن به معنای گپ زدن است، یعنی که وقتی حضرت ابراهیم بتخانه در آمدن با اونها گپ زدن، اما اسلوب گپ زنیشون چی بود؟ در اینجا برادرها جواب اختیار کردن، در حقیقت جواب درست است. برای استهزا و تحقیر. بله. و 22 نفر اکثریت جوابی درست گفتند. یعنی که بت‌ها رو مشکستن، میگفتن که خب کنی بینیم که گپ زنید، کنی خودتون رو دفاع کنید، بینیم شما تا چه درجه خدا هستید و خدای حقیقی هستید یا نیستید. به این معنی کی به پیش برآمد بیاید میبینیم. باز جای واسه کنی ماشاءالله. نامی نو را میبینیم، اسماء داخل شدند. ماشاءالله. خیلی خوب و باقی مانده چون پیشتر است. فرقیت را نگاه میکنم، فرقیتی 3 نفری بالا بین هم خیلی کم است. کوشش ها کنید و پیشتر که جوابی درست را کدام از شما اولین شده زیر کند خالی زیادتر نصیب میگردد و بالا برآمده میتواند. این علل خصوص به محمد، احمد و آمینه داخل دارد، چون برابری دیدنی جوابی درست اگر شما پخش کنید جوابی درست را به زینه های بالاتر میبرید، چون خالی زیادتر میگیرید. چون همه شما جواب های درست میگوید، جواب های خطا از شما نیست، به همین خاطر شما در جواب های بالا هستید. و بیایید سوال دیگر میگذاریم. برای چی ابراهیم علیه السلام در شکستن بت‌ها بت کلانی را عیبدار کرد؟ گمانی بد را دور سازد. بت کلانی بتچه ها را شکست. بت کلان گناهگار بود برای به خود آمدن قوم. کدامش درست است؟ وریانت ها خیلی عجیب است و شوق‌آور و خنده‌آور هم هست. برای چی ابراهیم علیه السلام در شکستن بت‌ها بت کلانی را عیبدار کرد؟ و سوال نیست، سوالی عجیب است. 30 ثانیه وقت داشتیم و میبینیم 25 نفر جوابی درست گفتن. ماشاءالله. استاد منبع در برنامه سوال‌های مشکل تر انتخاب کنید. من گفتم که سوال‌ها مشکل است، اما ببینید که همه جواب‌های درست را انتخاب میکنند. برای به خود آمدن قوم. بله. شرح نمیدهیم، اگر شرح دهید اگر سوال نوبتی به فکرم مانند است. در حقیقت شرح ندهیم و سوال تیز نوشه بعد یک جای انشاءالله بیاید این خیلی میکنیم. خب باز علی به پیش بر آمدند. خیلی خوب، خیلی خوب، رقابتی سالم. سوالی 20. دلیلی که ابراهیم علیه السلام با آن نمرود را مغلوب کرد چی بود؟ با اژدها مبدل شدن عصای ابراهیم، زنده ساختن الله مرده ها را، برآوردن آفتاب از مشرق، آبی دریا مثل خون گشت. کدامش درست است؟ دلیلی که ابراهیم علیه السلام با آن نمرود را مغلوب کرد چی بود؟ خب ببینیم کی به پیش برآمد. ماشاءالله.
24 نفر جوابی درست گفتند. بله بله، در حقیقت این یکی از اسلوب‌های عجایب قرآن در تصویری که محاوره ها بین پیامبران و بین شاه‌های ظالم بسیار زیبا به تصویر کشیده شده است. در حقیقت همین نکته. قبل از این برادر، سوالی که پیش بود، حضرت ابراهیم علیه السلام بت‌ها رو شکستن برای اینکه مردم به خود آید. قرآن هم همین به تصویر کشیده میگه که یعنی که در حقیقت اگر یک انسانی که فیلم برار باشد، اگر همه آیات ها رو گوییم که تصویر کن و مقصد انسان نقش می‌باختگی رو انتخاب کن، میگه که وقتی که ابراهیم علیه السلام گفت که بل فعله کبیرهم، این کار همین بزرگ بوتا کرد، بوتی کلانی کرد. خب فاسالوهم ان كانوا ينطقون، پرسید این بوتا رو اگر گپ میزه باشن پرسید که برای شما نقل کنه که همین بوتی کلانی کرد یا عکسی دیگه. بعد وقتی که ابراهیم علیه السلام این شبهه را مطرح کردن، میگه که فرجعوا الى انفسهم وقالوا انکم انتم الظالمون، به خود اومد گفتن که ما خودمون خطاکار بود کب نمیزنه و بوتا کنن ندارن. به خود آمدن میگه فرجعوا الى انفسهم، یعنی چند ثانیه با الله تعالی میگه که ثم نكسوا على رؤوسهم، بعد میگه سرپایون فرامدن که عقلشون پایون فرامد و پاهاشون بالاش. بعد گفتن که نه ابراهیم جنایتکار است، ابراهیم باید ما زندان کنیم نابود کنیم. بعد گفتند و علا پرد. یعنی که اینجا در حقیقت قرآن تصویر عجایب کرده است که حالتی روانی اونها رو وقتی دونستن که بوتاشون گپ نمیزنه تو اینها یک چیزی گپ نمیزدگی بی‌فایده رو عبادت دارن یا درک کردن، اما باز چی عقلشون رو با از دیگر تکی پا گرفتن. واقعا به همین خاطر هم یک چیزی با شنیدنی، یعنی با تماشا کردنی ان همین برنامه‌های گذشته شما، انسان هم الهام میگیرد به خودش و هم بعد از این اکثر آنهایی که یک ذره در دل ایمان اگر با پیدا شود، بیدار شود، آنها میخواهند که برای چی این گونه بوده است و همان آیات ها رو ورق میزنند و میخوانند، جستجو میکنند. یک تکان بخش است. بله، حالا اکمل کو حالتی که با نمرود شد و نمرود هم وقتی حضرت ابراهیم اومدن گفتن که خدای من انسان زنده میکند میمیراند، خدای من این میکند اون میکند، نمرود هم اینا یک بازی پنداشته گفت که خیر منم میتوانم اونجا قصه ما نخردیم کو. وقتی که نمرود به طور خودش به فکر خودش این چیزه به یک بازی آمیخته کرد، گفت که اینا زندانی را آزاد کرد، یک زندان دیگر کشت، حضرت ابراهیم به مسئله جدی گرفتن. بابا دیگر خیلی سپور نکننده، کشوکش نکنن، تو جدی گفتن که ها تو حالی همینا میتونه یک مقصد که ها خیلی باشد، یعنی آفتاب از این طرف برو ببینیم که آفتاب از اون طرف مشرق برو، تو از مغرب برو که دیگه اینجا حجتش کنده شد. دیگه میگه الله فبوهیت، میگه موت شد، مبهوت شد، دیگه گم شد، دیگه جای گپ هم نموند. یعنی که پیامبران به همین دلایل، این دلیل شاید برای بعضیا عادی باشه، لیکن اگر چخور فکر کنیم اگر خیلی این معنی باید داره، یعنی که عقل‌های انسان رو بیدار میکنه، اندیشه بیدار میکنه، به تفکر وادار میکنه انسان. بله چنین است. میبینیم که ماشاءالله جایهای دو جای آخران بازی دارد، کوشش ها دارند، یعنی که با هم رقابت دارند، یکی بالا میشوند دیگری پایان میشوند. محمد در جای اول، احمد، آمینه، علی و مریم حسن و آنهایی که در جایهای نمایان هستند ما شما را تبریک میکنیم. و سوال دیگر: چرا آتش ابراهیم را نسوزانید؟ زیرا آتش پیامبران را نمیسوزاند. فرمان الهی بود که آتش او را نسوزاند. آتش خرد بود، بارانی سیل بارید، شاید اما وقتی که میسوزاندند. کدامش جوابی درست است؟ چرا آتش ابراهیم علیه السلام را نمیسوزاند یا نسوزانید؟ جواب های شما؟ سبحان الله. برای چی خیلی شد؟ خب این بوته که خلال میرسانند به بازی ها و بوکنه، چون ما در قسمت آخر های بازی هستیم و جوابی درست فرمان الهی بود که آتش او را نسوزاند.
بیایید ببینیم که به پیش برآمد، یعنی جاها انشالله که دیگر نمیشه چون اولین ها در پیش هستند انشالله. محمد در جای اول، احمد، آمینه، مریم، حسن و علی آنهایی که در جایهای نمایان هستند ما شما رو تبریک میکنیم. بنده الله نیست پیغمبر سه سوال جوابی درست گفتید شما رو تبریک میکنیم. سوال دیگر، چرا فرعون فرمان ذبح نوزادهای اسرائیلی را صادر کرد؟ وریانت ها، به سبب خوابی که دیده بود، آنها را بد میدید، تنظیم عائله، کشورش فقیر بود. به نهایت وریانت ها عجیب است. چرا فرعون فرمان ذبح نوزادهای اسرائیلی را صادر کرد؟ جواب های شما. وریانت ها رو در پایان میبینید. به سبب خوابی که دیده بود آنها را بد میدید. فکر قدیمی بود است یا این نو برامدگی نبود؟ نه. خب میبینیم که جواب های درست گفت که به پیش برآمد. من فکر میکنم که اکثر جواب های درست گفتند به سبب خوابی که دیده بود. استاد شرح میدید این را؟ بله، خوب میبیند که فرعون یک آتش از طرفی که شرق از بیت المقدس میبراید و مصر می آید و خانه هر مصری رو میسوزاند، اما به خانه اسرائیلی کردن نمیشد. بعد ویوش میپرسد، جادوگراش جمع میکند که مقصد خواب این رو تعبیر کنید. اونا میگن که از مشرق، یعنی که همون طرفی که جایی که بنی اسرائیل هستن، مرد میبراید که زوال ملک تو در دست اوست. بعد فرعون برای پیشگیری از این چیز فرمان صادر میکند که هر یک، یعنی که بین تصور کنید موضوع شاید که 10,000 کودک باید تولد بشه اون سال، یعنی که 10,000 کودک فقط به گمان اون که آینده زوال ملکی فرعون در بودستی آنها نباشد 10,000 قربان کرد برای یک نفر. 9,999 قسم شد. یعنی جواب درست همون خوابی دیده بود و هر کسی که انتخاب کردن خواب رو جوابتون درست و شما رو تبریک میکنیم. سوال دیگر، چرا جادوگران فرعون ایمان آوردند؟ از ترس اژدها، چون که از طرفداران مخفی موسی علیه السلام بودند، شناخت حقیقت، به امید منصب در نزد موسی علیه السلام. کدامش جوابی درست است؟ اینجا نیز وریانت ها خیلی وریانت های عجیب است چون شوق‌آور هم هست. خب 30 ثانیه وقت داشتیم و اکثر جواب های خودشان را گفتند و بیایید اکنون میبینیم کیا به پیش برآمد. جواب دادم. خب چون پیشتر محمد، احمد، آمینه، مریم، حسن و اسماء در جایهای نمایان هستند. خب اگر به سوال 24 میگذاریم. دو مراتب خالی زیاد میگیرد. 3 تا از معجزه های موسی را ذکر کنید. سخن گفتن در خردی، خون، طوفان، باران، عصا، دستی سفید، ملخ و یا آتش، یخ و کشتم. کدامش درست است؟ 3 معجزه هایی که موسی کرده بود، یعنی 3 تا معجزه های موسی را ذکر کنید. فکر میکنم که در قسمت آخری بازی بودها به فکر من همون خیلی دورنده را شد، ویران شده باشد شاید، الله اعلم. خب چت را نیز میبینم، در چت نیز جواب های درست آمده رسید. اکثر گفتند که عصا، دستی سفید و ملخ در چت نیز نوشته کردند. آنهایی که در بازی اشتراک میکردید در زیر چت نوشته کنید آیا جواب های شما میشود یا نه، یا اینکه جواب دیده نمیشود. بازی ویران شد. بازی ویران شد، بله. در قسمت های اخیر در سوال های نهایی بود.
استادان هیئت کمیسیه در 24 سوالی که ما اینجا عین حال به پیشنهاد کردیم به تماشابینان تا قصه موسی علیه السلام آمده رسیدیم و تا سوالی 23 نفرانی که شما میبینید آنها غالبیت به دست آوردند. و خب فکرهای شما استادان؟ به فکرم از سوال 23 باز یک بار دیگر سنجیده بینیم که چی میشه یا ویران شد بوت ها. به فکرم بله ما میتوانیم گیم پین را از سری نو تنها به چت با حرف ها نوشته کنیم. و داخل شویم، اما ما از سری نو باز بازی کنیم دیگر همگان جواب ها را میدونند چون دیدند و غالبان نفرانی که به سوال های ما جواب گفتند در بالا ما روی اکران دیده میتونیم و اگر شما گوید که آنها را چون غالب معین میکنیم خوب است و اگر نه ما میتونیم از سری نو بازی را سازیم، اما 28 سوال از سری نو جواب دادن به فکرم این دیگر به فکرم 3 سوال آخرش نکشاده مونده میخوای 28 و 27 بله. از سوالی 24 تا 28 کشاده نشد. 4 سوال 25 و 22 اخیره از نو داریم بازی کنیم برای که خودی بیننده و بیننده ما اینجا غالب کی بودنش این شما احتیاط کنید کامپیوتر. باز اگر ما یکی خود ما تعیین کنیم مگه شاید بعضی ناراضگی کنن. خوب میشه که همون 4 سوال از نو میموندیم تو اینکه مردم از نو خودشون بینند یا غالب معین شد. حاضر از برنامه برایند خالها همش بیکاره میشوند. بله اگر من از برنامه بیرون شوم خالها همش بیکاره میشود. به فکرم استاد فکر میکنم بازی را دوام دهیم و همین نفرها دیگه اکثریت سوال ها اینها غالب شدند. اگر دوام تیم اگر و جواب خطا داده که درست داده که معلوم نمیشود نه اکمال جان؟ نه اینجا تنها همه آنهایی که در جای اول هستند چون که ما میبینیم همین نفران در جای اول هستند: محمد، احمد، آمینه، مریم، حسن و اسما. 3 جای اول با خالهای خیلی و خیلی فرق کننده در جای اول هستند و از آغاز فعال بودند. سبحان الله. اینجا میپرسند که 3 سوال را دهانی پرسید. 3 سوال را در چت نوشته کردند که پیشکشی مردم کنیم. خب آن نفرانی که در داخل بازی ما هستند افسوس که به آن 3 سوالی که ما باز داریم افسوس جواب گفته نمیتوانند. اما من فکر میکنم که همین است آنهایی که خیلی مهنت کردند چون به 24 سوال جواب گفتند اینجا تماشا بینیم. حاضر اگر این خالهای زیاد اگر بیکاره کنیم مقصد در حق این 3 نفری که اینجا خالهای زیاد گرفتند و جای اول جای دوم تو همین اکثریتی سوالهای جواب دادن به فکرم. همین تا همین سوال کفایتی کنیم باقی مانده سوالهای نشان دهیم برای همچون معلومات نوابسته از جواب چنان که چند بارها تاکید کردیم که مقصد هدف اساسی ما علم است، آموختن است، آگاه شدن از قصه های قرآنی است. اینطور نه استاد؟ و همین خالهایی که حاضر ماشاءالله به دست آوردن برادر محمد مثال اقلا یک بار دویم نشدم ماشاءالله مبارکشان با در حقیقت از سر از آغاز جای اول برادر احمد اینچنین این خواهر ما اینچنین
خیلی نصیبشون بوده است ماشاءالله. بله چون جای سه جای اول عوض نشد، یعنی تا آخر نیست عوض نمیشود، چون آنها همیشه در جای اول بودند. بله زیاده از آخه یک عددی کم مونده است. بله. خب اگر شما راضی باشید من سوالهای دیگری که ما ترتیب دادیم آن را پیشنهادی همگان میکنم انشاءالله. چون اکران را کمی اکران را. خب عینی ها سوال هایی که ما داشتیم، چند سوالی دیگر. خب تماشابینان عزیز، شما ما رو مستقیم تماشا میکنید از شبکه نجم تیوی. برنامه ما این لحظه مستقیما پیشنهادی شما می شود و خب چند سوال آخران ما داشتیم که آن را برای تماشابینان پیشنهاد نکرده بودیم و درباره عیسی علیه السلام استاد سوال ها درباره عیسی علیه السلام مانده بود. و وقتی مریم حامله شد به کدام شهر رفت؟ سوال چنین بود و وریانت ها از آن به مکه، به مصر، به بیت المقدس و یا به بیت الله. و استاد خودتون شرح میدادید بهتر بود این رو کدامش درست مریم وقتی حامله دار می شود، وقتی اون فرشته می بیاید و در او میدمد روح را، حامله دار می شود و از ترس و وهمی که رو وجودش فرا میگیرد به سبب اون که به مرد حامله دار شده است، مجبور شد به شهر بیت لحم روی آورد. اما در چند بیت المقدس را انتخاب کردند؟ اکثر نوشته کردند که بیت المقدس. بله، یک میران که در بیت المقدس است، مردم شاید ما مقصد بعضی وریانت های جواب مقصد به باید نزدیک آوردیم که مقصد خواننده انسانی که دقیق معلومات خوب دقیق دارد از انسانی که معلومات دقیق ندارد فرق کرده شود. بله خیلی خوب، با سوالی دیگر میگذاریم. سوالی دیگر عیسی را کی چهارمیخ کرد؟ عیسی علیه السلام را کی چهارمیخ کرد؟ اینجا وریانت ها بود یهودی ها، چهارمیخ نشده است، و یا رومی ها. کدامش درست است؟ خب عیسی علیه السلام را کی چهارمیخ کرد؟ مرحمت در چت نوشته کنید تماشابینان عزیز جواب هایتان را. نوشته کردند رومی ها یک نفر، باز یهودی ها نوشتند، باز امیر شاه میرزایف گفتند چهارمیخ نشده است، مسلم گفتند چهارمیخ نشده است. خب عجم تجه چهارمیخ نشده است گفتند. آرزو جان میرزایف رومی ها گفتند و اکنون جوابی درست را شنوید. جواب درست است که چهارمیخ نشده است. الله تعالی میگه که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، یعنی که عیسی رو هم نکشتند، عیسی رو صلب هم نکردند، یعنی چهارمیخ هم نکردند. و جوابی درست چهارمیخ نشده است. ماشاءالله. و نهایت عیسی علیه السلام در آخر زمان به حیث کی می فراید؟ وریانت ها بود: به حیث پیامبر، به حیث اصلاحگر، به حیث خلیفه و یا به حیث فردی از امتی پیامبر صلی الله علیه و سلام. مرحمت جواب های خودتون رو در چت نوشته کنید تماشابینان. عیسی علیه السلام در آخر زمان مثل کی می آید؟ در وظیفه کی می آید؟ وریانت ها را گفتیم: به حیث پیامبر، اصلاحگر، خلیفه و یا فردی از امتی پیامبر صلی الله علیه و سلام. خب
ҷавобҳои дурустро ман мебинам дар чат. Аксар гуфтанд ки уммати паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам, аксарият гуфтанд. Аксарият, як нафар танҳо ҷавоби хато интихоб карданд. Ва хуб, шарҳ медиҳед устод? Марҳамат. بله مثلا ما روایت های قطعی داریم. قرآن هم مثلا اصلا از قرآن آیت هست که الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاتم النبیین میگوید، یعنی که ختم پیامبر است، آخرین پیامبر است، بعد از این دیگه پیامبر نیست. پیامبر هم در حدیث های زیاد میگن که من آخرین پیامبر هستم، دیگر بعد از من پیغمبری نمی آید، بعد از من دیگر نبی نمی آید. و فرود آمدن حضرت عیسی علیه السلام این همچون یک فرد هست. دلیلش هم فرد از این امت هست. دلیلش هم این است که وقتی که خیلی در روایت اومده است عیسی علیه السلام در مناره سفید در مسجد جمعه دمشق میفراید که در وقت نماز است، وقت قامت گفته می شود، مردم عیسی رو پیش میکنند، لیکن عیسی علیه السلام از قفای امامی که اونجا خواهد بود از امام اقتدا میکند و نماز خود رو میخواند. این هم یک اشاره خفیه یا اشاره پنهانی هست به اون که من دیگر همچون پیغمبر نآمدم، بلکه من یک پیروی از دین محمد صلی الله علیه و سلم آمدم. اینجا یک نفر سوال گفتند که همین مسئله چهارمخ شدن یا نشدن عیسی علیه السلام از کجا پیدا شده است؟ سوال گفتند. اصلا ما در اون قصه عیسی علیه السلام گفته گذاشتیم که وقتی رومی ها به خانه یا که همون درسگاه که عیسی علیه السلام با شاگرداشون جمع شدن، رومی ها زده در آمدن. اونجا دو روایت است. وقتی که میگن که عیسی علیه السلام فهمیدند، وقتی الله تعالی دید که اونها قصد جان عیسی دارن، جبرئیل علیه السلام رو فرستاد و جبرئیل علیه السلام حضرت عیسی رو از تریزه همون خانه که بعضی روایت ها میگه از اون بام همون خانه کشیدن بیرون بردن. پیش از اون که این کار شود حضرت عیسی شاگرداشون گفتن که کسی که به شبه من در آید، یعنی که کسی راضی شود که شبه من، شکل من به شکل او داده شود، وای به من در جنت یک جای خواهد. اینه در برنامه شما من خودم تماشا کرده بودم. شما یعنی خوب واضح نقل کرده بودید در این باره. دویمش این است که یهودا میگن، یعنی که روسای بسیار بندگر آدمای خیانتکار یا که خبرکشه یهودا میگن. بله. برای اینکه همون یکی از شاگردای حضرت عیسی برای پول شد یا برای چه شد که راضی شد استادش فروشد. وقتی خانه زده در آمدن، الله تعالی حضرت عیسی رو وقتی برداشت شدن شبیه عیسی رو به همین شکل به یهودا داد. بنابراین یهودا وقتی میقبضن میبردن داد میزد که ما یهودا، ما عیسی نیستم. میگفتن که تو عیسی هستی، تو یهودا نیستی. شکل عیسی با وی داده شده بود. بنابراین بردن همه یهودی چهار میخ کردن. بنابراین الله تعالی که ولکن شبه لهم، یعنی که با اونها این مسئله آمیخته کرده شد دیگه. اونها دیگه نتونستن حقیقت جدا کنن. بعضیشون گفتن که کشتیم عیسی رو، بعضی گفتن که ما کشته نتونستیم، بعضی گفتن عیسی پریده رفت. بعضی خود خریستیانو مثلا نصرانی روایت‌ها دارن که بعد اون حضرت عیسی بعد از 3 روز چهارمخ کردن، گور کردن، بعد 3 روز بعد پریده برفت میگن. خیلی روایت‌ها بین خودشون هست. این مسئله از اینجا پیدا شده است، یعنی که چهارمخ شوی از اینجا به میان اومده است. خیلی خوب. و خب بیایید نباشد آنهایی که در 3 جای اول هستند، محمد، احمد و آمینه، استادان اگر شما چیزی برای غالبان گفتنی باشید مرحمت گفتنی های شما. بعد از آن خواهش میکردیم از آنهایی که در برنامه امروز غالب شدند، رقم ها در زیر هست، شما میبینید در زیر نو رقم ها هست، با همین رقم با ما در تماس شوید. محمد، احمد و آمینه، آنهایی که در 3 جای اول رو اشغال کردند. و اگر حتی اگر ما قسمتی بازی رو نیست وقتی گذراندیم، به فکرم آنهایی که در بالا بودند غالب خواهند شد انشاءالله. کنی یک بار بینیم، اگر که شود میبینیم. خب سوال 28
برکی خب من کنده شد به فکرم یا از بله جای سیوم نصیبی آمینه، جای دو احمد و جای اول نصیبی محمد گردید. بله آنهایی که سه جای مریم و اسماء نیز در جایهای نمایان بودند. یک بار دیگر میبینیم آنهایی که به جایهای خوب و جایهای نمایان برآمدند. شما رو تبریک میگم. مریم و کی اسماء به فکرم نورم میدل برای مجبوریم که یکم چطور تیه میکنم نورم میگم جاهای جای 4 و 5 خواهرام برای که خیلی تشویق شدن به این چیز. در حقیقت امت هم مادراش میسازد، خواهراش میسازد، زنها میسازد. کودک همون از کودکی انسان میکند، همون انسان خوب میکند، تربیت خوب میکند. بنابراین اینا خیلی نقش مهمی دارن در آینده نسل ما، در آینده جوانای ما. بنابراین باید مادر و خواهرها به این کار تشویق شوند. و این برادر محمد تبریک میکنیم که روی اول گرفتن. انشالله همیشه امیدواریم که از جمله سابقه باشند، در چی در علم و چی در عمل و چی در عبادت خودشان. برادر احمد رو اینچنین تبریک میگیم برای جای نمایان اختیار کردنشان یا اینکه جای نمایان گرفتنشان، و خواهر ما آمینه رو نیز تبریک میگیم به این چیز و مسئلت میکنیم که الله تعالی به آنها اخلاص عطا کند و در برنامه‌های آینده و در مسابقه آینده نیز برای آنها موفقیت و پیروزی آرزومندیم. آمین. و چون که شما میبینید جایهای 5 جای اول و اولش محمد، دومش احمد و سوم آمینه، چهارم مریم و پنجم اسماء. ماشاءالله ببینید که اگر شما رو زحمت شود همین رقم واتساپ است و تلگرامی که دارید برای اینا اعلام میکردید، اینا برای شما نوشتگی هستم برای بله چون که جایزه هاشون دسترس شد برای اونها. و اینچنین دو خواهر دیگر هم همراه کنید، انشاءالله اونا هم خالی نمیمانند. اصلا خوشحال هستیم که اخواه زنها اینقدر تلاش دارن برای علم و برای معلومات. این ماهی خورسندی است. بله خب اینجا من رقم واتساپ رو نوشته کردم. شما میتونید غالبان برنامه ما محمد، احمد، آمینه، مریم و اسماء میتونید در تماس شوید. انشاءالله طرز گرفتن تحفه رو برای شما میفهمونند انشاءالله. و یک بار دیگر موفقیت، یک بار دیگر تبریک میکنم شما را. واقعا یک رقابتی خوب هم بود استادان عزیز. شما اهمیت دادید که چگونه همگان کوشش کردند. یعنی من باوری کامل دارم که اکثر نه برای جایزه، اکثر برای گرفتن علم کوشش های زیاد کردند. بله. و در نهایت اگر گفتنی داشته باشد مرحمت و استاد عطاالله منانی. خب منم اینچنین مبارکشان میگویم نفرهایی که اشتراک کردن، نوبسته از چند نفری که اشتراک کردن. مثلا جای نمایان را اگر گرچند نگرفته باشند هم انشالله امیدوار هستیم که از اجر خالی نیست. این مسابقه ما، آزمون ما، اینچنین انسان صاحب اجر می شود انشالله با نیت های خالص. و اینچنین باز گفتنی هستیم که این اولین مسابقه ما بود و کوشش میکنیم انشالله باز مسابقه های دیگر روزهای آینده تشکیل میکنیم. اگر بعضی نفرها شاید در چت نوشتن که در همون بوتی که مسابقه ما رو در آخرش کمی خلال دار کرد، خوب این از دستی ما بیرون بود، ولی چنانه که میبینید الحمدلله این خودش نتیجه ها نمایان است. آینده کوشش میکنیم کوتاه‌تر کنیم و همین خلال هایی که شد برطرف سازیم. این اولین بود ولی الحمدلله خوب گذشت. دعا کنیم که خداوند از ما و شما پذیرفته باشد این عمل را. سخن را طولانی نمی کنم، باقی در امان الله باشه. تشکر زیاد میگم برای هر یک شما.
استاد گفتنی در آخر داشته باشد، استادت هم بفرمایید. دیگر ما گفتنی ما گفتیم دیگه، بار دیگر خیلی برادر همشون برای اشتراکشون تشکر میگم. الله تعالی اجر نصیبشون کند و امیدواریم که این یک تشویق برای اونها در مسابقه آینده خواهد بود که حرکت کنند، معلومات را به پورگی گیرند و جاهای نمایان در مسابقه کسب کنند. تشکر زیاد. در امان تشکر زیاد در امان الله باشد و باز یک بار دیگر در نهایت تکرار میکنم اون نفرانی که غالبی برنامه ما شدند، من رقمی واتساپ رو برای شما پرتافتم در چت و همچنین زیر نوار شما میتوانید با ما در تماس شوید. خب ما اینجا با شما خیر و خوش میکنیم تا واخوری های آینده خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. که اونجا